پروردگارا خودت گفتی اگر بندی از بندگان من دو دستشو بلند کرد 3 بار گفت یا الله یا الله یا الله، من شرمم میاد که اون دست خالی و صفر بر بگردونم. پروردگارا ما دستان نیاز رو بلند کردیم، ما نیازمندیم، به در خانه توی بی نیاز آمدیم، چیزی جز آمرزش گناهان، مغفرت، هدایت، رحمت، رضای تو پروردگارا، هدایت برای خودمون و کسانی که دوستشون داریم و فرزندانمون. پروردگارا ما را بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. پروردگارا ما را عفو بفرما، 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 از تقصیرات ما در بگذر.